بینندگان عزیز سلام، برنامه اخباری آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراهتان. در برنامه امروز جمعه 9 اوگوست این موضوع ها را داریم. در قرقیزستان الماسبک اتنبویف پرزیدنت پیشین را به رشوتخوری عیبدار کرده تا 26 اوگوست حبس کردند. برای پیدا کردن رزق روزی به روسیه رفتند، از آسو جسدهایشان را آوردند. تابوت 6 نفر قربانیان صدمه ریزن به تاجیکستان انتقال یافت. پیش از یک جیانشون هم مردگی بود، جیان همین دو ملای در روسیه وفات کرده بود. در مسکو کار می‌کرد. دادگاه در شهر دوشنبه به بررسی پرونده 4 نفر ملیسه هایی که به شکنجه کردن 17 نفر عیبدار میشوند شروع کرد. ملیسه ها میگویند گناه ندارند. جبریدگان شویدان به سود حاضر شدگی نیستند، حاضرش به هفته دیگر گذاشته شده است. الماسبک اتنبویف پرزیدنت پیشین قرقیزستان یک روز پس از بازداشتش از سوی کارمندان پلیس رسما به جرم رشوه‌خوری و اشتراک در جنایت متهم شد. دادگاه ناحیه پیرومای شهر بیشکک روز 9 اوگوست حکم حبس او را تا سنه 26 اوگوست صادر کرد. مقامات دادگاه گفتند که این حبس پرزیدنت در چهارچوب پرونده غیر قانونی آزاد کردن عزیز بوتکایف، یکی از سرکردگان عالم جنایی که در کشتار حقوقدان قرقیز و یک افسری بلندپایه وزارت کارهای داخلی متهم می شود صورت گرفت. اتنبویف در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان نگاه داشته می شود. نیروهای امنیتی و پلیس الماسبک اتنبویف را در یک عملیات 2 روزه در خانه‌اش در کنار شهر بیشکک بازداشت کردند. روز اول عملیات ناکام بود و یک کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. 10 تن از جانبداران پرزیدنت سابق در خانه‌اش بودند و از او حمایت می‌کردند. الماسبک اتنبویف ماه‌های اخیر 3 دفعه برای بازپرسی به وزارت کارهای داخلی قرقیزستان دعوت شد ولی نرفت. وکیل مدافع پرزیدنت سابق دعوت به بازپرسی او را غیر قانونی نامید و پیشنهاد کرد که نفری زیر حمایتش به سؤال خطی مفتشان خطی پاسخ گوید. این پیشنهاد او قبول نشد. پارلمان قرقیزستان روز 27 ایون امسال الماسبک اتنبویف را از عنوان پرزیدنت پیشین و همین طور مسئولیت محروم کرد. پس از حبس اتنبویف آموربک بابانوف رهبر حزب رسپوبلیکا، یکی از رقیبان سارانبای جینبکوف پرزیدنت فعلی که مدت در حکومت اتنبویف سروزیر بود، از شهر مسکو به بیشکک برگشت. حالا نظر می اندازیم به کارنامه الماسبک اتنبویف که عین زمان پشت پنجره قرار دارد. همکارم کیومرسی عطا صحیفه های حیات پرزیدنت همکنون حبس شده قرقیزستان را ورقگردان کرد. پرزیدنت سابق رهبر یکی از حزب‌های با نفوذ و مولتی میلیونر الماسبک اتنبویف خود را چنین توصیف می‌کرد. وی 8 سال پیش رئیس جمهور قرقیزستان شد و در این مقام روز اتنبویف را عوض نمود. اتنبویف بعد از خونریزی‌های سال 2010 به قدرت رسیده بود. آن زمان بعد از تبدلات پرزیدنت دوم قرقیزستان قورمانبک باقیوف مجبور شد که از کشور فرار کند. انقلاب دوم در قرقیزستان 7 اپریل سال 2010 آغاز شد. تظاهرگران به طرف کاخ سفید بیشکک حرکت کردند. در نتیجه غصب بینای حکومت مثل امروز از بینای فورم آغاز شد. این بنا به الماسبک اتنبویف متعلق است. اتنبویف 3 دفعه تلاش کرده است که پرزیدنت قرقیزستان شود. وقتی این امکان به او دست داد، آدمان خود را در اطرافش جمع کرد. هر تغییرات کادری در زمان رهبری او ماجرا برمی‌انگیخت. یاران نزدیک پرزیدنت یکی پس دیگر در زینه‌های منصب با سرعت به بالا می رفتند. برای مثال راننده شخصی او اکرامجان علمیانوف معاون رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت قرقیزستان شد و محافظانش اولان اسرائیلوف و دمیر موسکیوف سرداران ریاست در وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی. الماسبک اتنبویف یکی از پرزیدنت‌های احساسی در قرقیزستان بود. سخنرانی‌های او بارها به ماجراهای بین المللی سبب شده است. او 2 سال پیش رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف را تنقید کرد که به کارهای داخلی قرقیزستان دخالت می‌کند. بعد از این اظهارات قزاقستان یکباره ترتیب گذشتن از گذرگاه‌های مرزی را سخت‌تر کرد. در نتیجه صدها ماشین باربر و هزارها نفر از ساکنان نتوانستند از قرقیزستان به قزاقستان گذرند و تاجران زیان زیاد دیدند.
همان سال مهلت پرزیدنتی اتنبایف به پایان رسید. به جای او وارثش سارنبه جنبکوف آمد. بعد از چند ماه بین پرزیدنت پیشین و حاضر نافهمی سر زد. افراد نزدیک به اتنبایف نه تنها از مقام رفتند، بلکه بسیاری از آنها قهرمان پرونده های پرسر و صدای جنایی هستند. تابوت مهاجران تاجیک که در یک صدمه نقلیاتی 3 روز قبل در شهر ریزن روسیه به هلاکت رسیدند 8 اوگوست به دوشنبه آورده شد. 6 نفر زخمیان این فلاکت از جمله جاویدان نصری نوی 12 ساله که مادر و خواهر بزرگش را در این صدمه از دست داد در شفاخانه های روسیه هنوز بستری اند. نزدیکان مهاجران میگویند بنابر گران بودن نرخ بلیط هواپیما آنها مجبور شدند به واسطه نقلیات راه به سوی تاجیکستان بگیرند و در نتیجه به چنین صدمه مدهش دچار آمدند. شادمانی یتیم گزارش می‌دهد. روز 8 اوگوست تابوت 4 مهاجر تاجیک که در یک صدمه نقلیاتی در شهر ریزن روسیه به هلاکت رسیدند به دوشنبه آورده شد. صدمه روز 6 اوگوست به وقوع پیوست و در نتیجه آن 6 شهروند تاجیکستان از جمله نظیره نصری نوی 14 ساله جان باختند. نظیره همراه مادرش گلدانه نصریمова و برادرش جاویدانی 12 ساله به تاجیکستان برمیگشتند، ولی در راه نظیره و مادرش به هلاکت رسیده و برادری خورده او مجروح شد. سرچش وزنی در بیمارخانه روسیه. اینا کجا چند سال شد؟ 10 سال زیاد شد به فکر ما. اخی دخترچش به فکرم یک 16 ساله بچهش. اینجا اویلوی بودند اونجا. او چش همونجا و همونجا. مسکو دا. به جز این مادر و دختر شام 8 اوگوست تابوت اسلام خلیلوف و فیروز مولایف نیز به نزدیکانش سپرده شد. جسد این 4 نفر توسط هواپیمای شرکت سامان ایر از مسکو به دوشنبه انتقال یافت. نزدیکان این مهاجران میگویند آنها با امید دریافت رزق و روزی به روسیه رفته بودند. یک 6-7 سال بودم کار می‌کردم در روسیه. میرم نزدیک رفتگی بودم برگشتم به فکر عادی شد. 3 فرزند دارد. 3 فرزند یتیم ماند. مجبور میشم میرن جای کار نیست در تاجیکستان. میرن کار میکنن میبیان. خیلی سفرش هم میگیرد. همیشه سفر شد. یک پیش از یک جیانشون هم مردگی بود. جیان همین دو وای مولای. از روسیه وفات کرده بود. در مسکو کار میکرد. در مسکو کار میکرد. نزدیکان مهاجران گفتند گرانی نرخ بلیط هواپیما آنها را مجبور کرده است که به واسطه نقلیات به وطن برگردند. پلیس روسیه میگوید 12 مهاجر سوار یک مسافربر خرد مرسدس به طرف تاجیکستان میرفت. این مسافربر به یک ماشین سبکرو برخورده است. با وجود سفر پرمشقت به واسطه مسافربرها مهاجران بیشتر از این راه به روسیه میروند و یا از آنجا به وطن برمیگردند، چون نرخ بلیط هواپیما به گفته آنها گران است و نه همه امکان خرید آن را دارند. در روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و زندگی می کنند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران به وطن آورده می شود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. دادگاه شهری دوشنبه روز 8 اوگوست به مهاکمه 4 افسری ملیسای ریاست کارهای داخلی پایتخت شروع کرد که به شکنجه بازداشت شده ها عیبدار دانسته می شوند. دادستانی کل بر پایه عریضه 17 نفر و از جمله حمزه صالحوف معاون سردار شعبه کافتوکاو جنایی در ریاست امور داخلی دوشنبه و 3 نفر کارمند دیگر این نهاد را با شکنجه متهم می کند. عین زمان افسران ملیسا در دادگاه اظهار داشتند که به شکنجه و لطوکوب دست نزدند و بیگناهند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش شهلایی عبدالله. مرافعه 4 افسر پلیس که به شکنجه و طمع‌جویی متهم می‌شوند در دادگاه دوشنبه ادامه یافت. حالا ترتیبات چنین است که پرسش از جبردگان آغاز شد. سپس پس از جبردیدگان پرسش به سود شوندگان می‌گذرد و در آخر تنها به شاهدان. در مرافعه که به آن خبرنگاران را راه ندادند 3 نفر از جبردیدگان که شماره عمومیشان 17 نفر را تشکیل می‌دهد گفتند این افسران ملیسا با آنها ظلم کردند. از سببی که با دیگر شاهدان و جبردیدگان شاهدان به سود حاضر شدگی نیستند، حاضرش به هفته دیگر گذاشته شده است. از 17 نفر همه آنها وای شدگی‌اند، شکنجه شدند، قسمت زیادش شکنجه شدند.
اما وکیل دفاعشان میگویند که 4 کارمند پلیس خود را بیگناه می‌حسابند و گفتند اتهامات شکنجه و تمجیدی اساس ندارد. بعد من گفتم با شکن خوب. یکی از آنهایی که میگوید جبر و ظلم و شکنجه افسران پلیس را کشیده است حمزه صالح است که در گذشته با رادیو آزادی صحبت کرده است. صالح گفته بود که برای مجبور کردن او به اعتراف اتهام او را بی‌رحمانه عذاب دادند. چونون تو زده سوید زد نه حس کردی سوید زد نه مثلا خیلی زده استای من در بالا مودم ببرونم دیگه زده استای و غصب کردستم با کی گفتم وغاز کردم گرفتم گفت دهانش اسکوچ کنیم بعد گفتم دهان اسکوچ کردم دهان اسکوچ کردم مقصد که اوزم نبرویم وغاز من دیگه کمیتو دامون نفهمم گفته اسکوچ. تحقیق علیه کارمندان ملیسا پس از گزارش ویدیویی رادیو آزادی آغاز شد و نوار سبب گشت که شمار بیشتری جبردیده ها با شناختن متهمان به دادستانی مراجعت کنند. بنابر آمارهای رسمی یک ساکن تاجیکستان به حساب میانه سال بیش از 25 کیلوگرم گوشت استعمال میکند. در کشورهای رشد کرده میزان استعمال گوشت به سر هر نفر بیشتر از 100 کیلوگرم است. در این میان سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش گفت برای کاهش دادن حجم گاز اکسید کربن و جلوگیری از گرم شوی اقلیم استعمال گوشت در جهان باید کم کرده شود. در تاجیکستان شاید کم کسانی از این خلاصه سازمان ملل متحد خبر دارند، اما گرانی نرخ گوشت ساکنان را وادار میکند که کمتر گوشت خورند. آرزوی کریم موضوع را ادامه میدهد. گزارش نو سازمان ملل متحد در مورد پیامدهای تغییرات اقلیمی میگوید برای کاهش گرمایش زمین، بهبودی منبع‌های آب و امنیت مواد غذایی باید استعمال گوشت کاهش یابد. هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد می‌افزاید تأمین مواد غذایی از گیاه‌ها و منبع‌های حیوانی پایدار تا سال 2050 می‌تواند چندین میلیون کیلومتر مربع از زمین‌های زیر کشت را نجات دهد و بین 70 تا 80 گیگاتن از تولید اکسید کربن و گازهای به این مانند را کاهش دهد. گرمی کره زمین نسبت به دوره قبل از صنعتی شدن حدود 1.5 درجه افزایش یافته تحت تأثیر موجهای هوای گرم، خشکسالی و بارانهای شدید و همین طور تخریب زمینها و وسیع شدن صحرا افزایش یافته است. این هیئت در گزارش خود خاطر نشان می‌کند که فعالیت‌های انسانی به بیش از 70% از سطح کشتی زمین تأثیر می‌گذارد و کشاورزی حدود 70% از منبع‌های آب تازه زمین را مصرف می‌کند. به نظر می‌رسد که حالا در تاجیکستان درباره این مشورت سازمان ملل متحد اطلاع ندارند. در عرفه تجلیل عید قربان که در تاجیکستان روز 11 اوگوست جشن گرفته می شود، نرخ گوشت از 40 سامانی گرانتر شد. دیدن شب رفتم مول زنده به حد قیمته. برای قربانی میگیرن گفته به حد قیمته. و زلال قصاب میشه، زلال چیزه. شما بعد وقتی مول زنده می‌برد مجبور گوشت قیمت. نه مو استگی امام 45 سامان استگی مول مایده. از فایده تا میمونه؟ یکم خدا با شکر جمی دسته مایده خاک انصاف سوداگر میخره. این دیگه هادی مول رو بین 1200 1300 1700 سوم میگه. اوی مردک میخره، این مردک پتیل میسپره. سازمان ملل متحد میگوید که کشاورزی جنگلداری و دیگر موردهای استفاده از سطح خاکی کره زمین توسط انسان بین سالهای 2007 2016 سبب تولید 23% از گازهای گلخانه‌ای بوده است. هیئت بین المللی تغییرات اقلیم پیش بینی میکند که سال 2050 قیمت غله‌دانه حدود 7.6% افزایش خواهد یافت و این میتواند خطر گرسنگی را افزایش دهد، در حالی که تخمین زده می شود بیش از 800 میلیون نفر از مردم جهان از کمبود غذا رنج میبرند. تغییرات چند دهه اخیر در رژیم غذایی باعث شده است که در حال حاضر حدود 2 میلیارد نفر دچار فربهی شدید و یا وزن اضافه باشند. بینندگان عزیز، وقتی برنامه امروز ما اینجا به پایان رسید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.